салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Пайом ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC мануту. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи мануту ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Пайом ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Пайом ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500، поляризатсия HFEC 5/6. سلام و درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک باز برنامه نوبتی خود را شروع میکنیم. خب امروز بسیار موضوع های داغ روز برای تاجیکستان را آماده کردم و قریب که شب خواب نکردم همین مواد را آماده کردم و البته نوشته دارم و از شما محترم تماشابینان احتراماً خواهش میکنم که خب اون چیزی که یگان به ورق نوشتگیم نظر میافکنم مرا بفهمید. البته که ما امکانم داشتیم که از تلسوفلور استفاده بریم، لیکن من یک صحبت طبیعی میخوام، برای همین من از همین واسطه استفاده نمیبرم، لیکن اون گپ های مهمی که باید گفته شوند اونها را باید از خاطر نبراریم، اونها باید گفته شوند. از همین خاطر یگان به این ورق های آماده کردم نظر میکنم و شما لطفاً این را درک کنید. خب عنوان برنامه را امروز گرفتیم تاریخ یک دشمنی و دشمنی با تاریخ. و بنده چندین بار در این موضوع تقریبا صحبت کردم. همین دشمنی یک رحمانوف نسبت خلق و کشور
از ابتدای به سر قدرت آمدنش دارد و هر سر چند وقته باز سبب‌های پیدا می شوند که این دشمنی یعنی برملاتر شود. تاریخ این دشمنی خیلی قدیم، خب تاریخ قدیم است. از ابتدای به میدان برآمدن رحمانوف و دور و دستش با شعار پرتایی هاشون، با شعارهایی که در میدان بود، با شعارهایی که اینا به میدان برآمدن، معلوم بود که این دشمنی نسبت استقلالیت ملی، هویت ملی، بیداری ملت دارد و از همون روز شروع شد دشمنی رحمانوف با این خلق و با این دیار. در این موضوع زیاد گفته و گفتنی های هنوز در پیشند. من امید دارم که بلکه مطمئنم که آن روز دیر نیست که گپ های پس پرده نیز روی آب میبرند و تاریخ این دشمنی و حتی به جانبداران امروزه رحمانوف نیز آشکار خواهد شد. من از کارمندان تکنیکی خواهش دارم که من صدایم را شنیده ایستادم، نشود که در مردم هم دو صدا شنوند. خب یگان صدای خود را شنیده ایستادم. من چندین بار در این باره گفتم و باز تکرار میکنم که درباره دشمنی های رحمانوف بر اثر رشک جانکاهش صحبت میکنم. رشک مریضانه جانکای رحمانوف سخن میکنم. بعد از به سر قدرت آمدنش رحمانوف کمترین رقابت را به خاطر کسب محبوبیت مردم، حتی کسب محبوبیت گروهی کوچک از مردم هم پذیرفتن نمیتوانست. اولین قربانی این احساس درناکش خیلی همگان در خاطر داریم، این قتل سنگک سفروف بود. یعنی سنگک سفروف قربانی اولی رحمانوف بود که رحمانوف نتوانست این واقعیت رو پذیرد که سنگک این رو به سر قدرت آورد و سنگک در بین جانبداران رحمانوف محبوبیت بیشتری دارد. البته که اون دوره هنوز سنگر دیگر مقابل های رحمانوف، مقابل های سنگک، البته که به رحمانوف محبوبیت ایشان رو نداشت و هوس هم نمیکرد، لیکن اون محبوبیتی که در بین جانبداران به سر قدرت آوردگانش سنگک داشت، رحمانوف این را برداشتن نتوانست. بعداً قتل رحمان نبی، سفرعلی کنجایف، محمد عاصمی، مایانشاه نظرشایف و چند دین دیگر از نخبگان ملت از آن دلالت میداد که رحمانوف کمترین رقابت را قبول ندارد. اگر رحمان نبی و سفرعلی کنجایف با قدرت رحمانوف کمی هم باشد خطر ایجاد میکردن، محمد عاصمی و مایانشاه نظرشایف که تهدیدی به حکومت رحمانوف نداشتند. یگانه تهدیدی که مایانشاه نظرشایف، خب محمد عاصمی، طاهر عبدالجبار که نیز با باور بنده زهرآلود شد از طرف این رژیم، به مانند اصلالدین صاحب نظرف، آتاخان لطیفی و چندین دیگر محض جایگاه معنویشان، انگیزه قتل این نفرها جایگاه معنویشان و محبوبیتشان در بین مردم بود.
محترم تماشابینان، من از شما دعوت میکنم که در شرح ها حالتهای دیگری چنین مناسبت، چنین حالتهای دیگری پیامدهای احساس خب مریضانه رشک رحمانوف را در زیر در شرح ها چینید تا که ما فهرست قربانیان نخبگان ملت را بر اثر رشک رحمانوف پرتر کنیم و علاوه بر این با شرح های شما در زیر این نوار بالاتر در خب توصیه های یوتیوب می براید و آبونه شوی به کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان رو هم فراموش نکنید و همزمان اونهایی که در داخل تاجیکستانند و خیش و تبار اونها که در روسیه هستند، بار دیگر از شما احترامانه خواهش میکنم که در تاجیکستان ما در شبکه ماهواره‌ای یوتلسات خب برنامه ما رفته ایستاده است و همین پخش مستقیمی که حاضر داریم یا همزمان هم در همون شبکه ماهواره‌ای رفته ایستاده است و هم در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و شما باید با ما همراه شوید و نظرهای خود را در زیر با ما همرسانی کنید تا ما در برنامه‌های بعد از گفته های شما هم استفاده برده باشیم. خب یک دلیل دیگری چنین دشمنیش این اگر دقت کرده باشد اونهایی که در جریانند عصبانیت رحمانوف بر اثر نتیجه انتخابات 2010 بود، انتخابات پارلمانی 2010 بود که همکنون پیامدهایش را تا به همین روز ما چشیده ایستادیم. سبب از 1000 بالا رفتن تعداد زندانیان سیاسی هم محض همون انتخابات 2010 بود. در این انتخابات بنده نامزد بودم از حوزه انتخاباتی خروخ 41 و در یکی از حوزه ها از تجربه هم میگم، در یکی از حوزه های انتخاباتی که عادتا در اونجا تقلب بیشتری حکومت تقلب بیشتری میکرد در مرکز شهر خرم، معاون سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بدخشان را واخوردم که مرا گفت که ما به روند انتخابات دخالت نمی کنیم. من در بیرون در یک مسافه ایستادم، لیکن نتیجه واقعی انتخابات را ما با کانال خود به مرکز خب چی میکنیم؟ حسابات روان میکنیم و این بنده خدا مطمئن بود که با این را به اینا گفتن که همین واقعیت رو نیست، با این را یعنی حق به اقدار میرسد. همین خیلی به من گفت و ما شاهد شدیم که واقعا هم همین حسابات های الترناتیوی کمیته دولتی امنیت ملی از انتخابات به مرکز رفته بود و نتیجه انتخابات را کمیته دولتی امنیت ملی در میز رحمانوف پرتافت و امروزها نهضت میگوید فساد خود را نشان میدهد، میگوید ما پیروز شدیم، کمونیست فساد خود را بالاتر میگوید که ما پیروز شدیم و ما سوسیال دموکرات ها هم آمار خود را داریم. ولی جدا از آن از این بحث که کی بالاتر فساد بالاتر آوازها را گرفت، مسلم بود که حزب رحمانوف باخت کلانه را در این انتخابات تجربه کرد و رحمانوف این را به خلق تاجیک نبخشید. رحمانوف
انتخابات 2010 رو به خلق تاجیک نبخشید. رحمانوف مطمئن بود، هنوزم مطمئن است و همان روز مطمئن بود که اون خدمت‌های جان نثارانه که این شخص برای این مردم ناسپاس کرده است، مردم به قدرش نرسید. مردم تا حد به قدرش نرسید که میخواهد او را از قدرت دور کند و از همین روز اعتباراً دشمنی روی راست رحمانوف نسبت خلق تاجیک شروع شد و شاهد آن امروز شاهد آن هستیم که از 2010 به این سو رحمانوف و دار و دستش تمام آزادی های شهروندی را محدود کرد. تمام مخالفین و آزاداندیشان و کسی را توانست کشت، زندانی کرد، کسی را نتوانست آنها از تاجیکستان فرار کردند. این بود مختصر درباره بست اول برنامه امروزه ما که یک دشمنی تاریخ یک دشمنی، یعنی این تاریخ یک دشمنی رحمانوف با این خلق و با این ملت است که بر اساس احساس رشک این نفر نسبت کمترین محبوبیتی که یک نفر در بین یک گروه مردم، یک منطقه یا یک چیز داشته باشد. فرض کردیم مثال مایانشاه نظرشایف محبوبیت در بین مردم بدخشان داشت که مردم بدخشان او را مایانشاه گفته ندا می دادند، یعنی همین خیل شخص خودی بود که ما او را مایانشاه می گفتیم. امروز ما درباره مثال یگان منصبدار رحمانوف او را با نام درباره رحمانوف کی است حاضر در دنیا پسرش او را پیشوای ملت میگوید، پسرش پدرش را پدر نگفته پیشوای ملت میگوید، چی رسد به اون رفیقش، همسنفش، همسبقش، معلمش که بگوید امام علی. یعنی این نشانگر نزدیکی مایانشاه نظرشایف با مردم بود که بنده که او را از نزدیک نمیشناختم، گرچند رکتور دانشگاه بود در دانشجویی هم، لیکن شخصا که به او شناس نبودم، من همیشه او را مایانشاه گفته آواز میدادم. یعنی این نشانگر نزدیکی این مرد به مردم بود و این را رحمانوف نمیتوانست برداشتن و محض امین رشک بود که محمد آسمی، اصل‌الدین صاحب نظرف، طاهر عبدالجبار و چندین دیگر نخبگان ملت که رهبران معنوی امروزه ملت می شدند و روشن فکر و ضیاحی و البته اگر اینها زنده می بودند در مقابل ظلم بالای محمد علی حیات و دیگر زندانی های سیاسی اینها آرام نمی کردن، باور کنید. ولی رحمانوف آمد همه اینها را قتل عام کرد. این قتل عام ملت تاجیک بود. محض به خاطر امین رشکش این مردک نسبت تاریخ ملت هم رشک دارد. محض بدبینی رحمانوف نسبت این خلق و این ملت او را وادار به تخریب یادگاری های تاریخی این ملت می کند که امروز نوبت به خانه صدرالدین عینی رسید. ببینید
یعنی این ببینید یک عنوان را برای خود فکر کرد قهرمان خلق تاجیک. این عنوان را رحمانوف محض به خاطر صاحب شدن به این عنوان یگانه ارزنده خود را می شمرد و به خاطر خودش این عنوان را تأسیس داد و خب به خاطر به چشم خاک پاشیدنها اولین شده به صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف، میرزا ترسانزاده این عنوان را ارزانی داشت و چهارمین شده به خودش این را تقدیم کرد، یعنی قهرمان خلق تاجیک. در آن روز و ساعت رحمانوف خب اقرار بود که یعنی رحمانوف اعتراف میکرد همین 3 نفر چیز نزدیک به خدمتهاش چیز نزدیک به خدمتهای خود رحمانوف است و بگذار در کنار رحمانوف اونها هم قهرمان باشند. امروز الکی او مطمئن است که اونها چند فیصد خدمت رحمانوف را برای ملت نکردند، حتی اسماعیل سامانی هم. لیکن در اون روز و ساعت همین 3 نفر را این ارزش قائل بود که در کنارشان پیش از این قهرمان ملت اعلان شوند و بعد همون قهرمان اساسی، قهرمان حقیقی ملت که خودش است اون را صاحب شوند. بعداً نصرت الله مخزوم و شیرینشاه شاه تیمور که اصلاً رحمانوف با اونها ارزش قائل نیست، خدمتهایشان را حتی اعتراف نمی کنند، به خاطر وحدتی که هنوز به دست آمد و اینها نمایندگان منطقه های سنگر مخالف رحمانوف بودند، ناخواسته با دل ناخواهم به این دو ابرمرد ملت نیز عنوان قهرمان خلق تاجیک را ارزانی داشت. لیکن همه این گفته ها را من به خاطر چی میارم؟ به خاطر ثابت کردن همین احساس مریضانه، یعنی بروسی болезненное чувство ревности، یعنی همین احساس مریضانه رشک رحمانوف نسبت هر گونه ظهورات محبوبیت این خلق نسبت کسی نباشد، چون که اون محبوبیتی که مردم تاجیک نسبت محمد هاشمی داشت رحمانوف با اون محبوبیت در عمرش نمی رسید. یگانه راه از بین بردن این مرد بود. همین خیلی دیگر آتاخان لطیفی، همین خیلی دیگر طاهر عبدالجبار که مؤلف استقلالیت تاجیکستان است، همه اینها باید از بین برده شوند. یگان راهبر معنوی در تاجیکستان بجز رحمانوف باقی نماند و این روز دمروان او که خود را خب نخبگان ملت قلمداد میکنند بیایند و بگویند اگر رحمانوف نباشد پس کی؟ رحمانوف الترناتیو ندارد، رحمانوف یگانه است، رحمانوف پیشوای ملت است. خب یک چیز را ما باید خوب درک کنیم. آنهایی که امروز در دفاع از آثارخانه استاد عینی آواز بلند کردند، برادران مطمئن باشید هیچگاه این خیلی امکان پذیر نیست، امکان ندارد که تا همان روز و ساعتی که به در شما ناومدند
شما همه چیز را، همه پایمال حقوق گروه ها را، منطقه ها را، خب پایمال ارزش های ملی و مذهبی را برداشت کنید، نسبت این گذشت کنید و اون روزی که به در شما آمدند شما دست به کار شوید و انتظار پیروزی در این مبارزه باشید. اصلا چنین نخواهد شد. لیکن من امید دارم که این بیداری که امروز شما در مقابل در جانبداری از جبهه مقاومت تاجیکان در افغانستان دارید، جانبداری یعنی مخالفت خود را برای تخریب خانه استاد عینی اظهار می دارید، نوابسته از نتیجه این خیزش، نوابسته از نتیجه آن که آیا ما می توانیم خانه استاد عینی را حفظ کنیم یا نه، نوابسته از نتیجه شما من بعد در دیگر حالتهای ناعدالتی از طرف حکومت نسبت این ملت در کجای نباشد، در کدام حالت نباشد، اون نفر نعزتی باشد، اون نفر نمیدانم حتی او جنایتکار باشد که جنایت صادر کرده است و در زندان است و قتل عام کند او را، یعنی او قاتل است، او دزد است، او چیزی است، او جزاش را گرفت در زندان 10 سال 15 سال 20 سال جزاش را گرفت. ما و شما اجازت ندهیم که او را قتل عام کنند، غیر قانونی در زندان او را قتل عام کنند. همه این، اگر همه این را ما گذشت کنیم و بیاییم و بگوییم که نه، اکنون ما نمیگذاریم که شما خانه استاد عینی را خراب کنید، باور کنید خیلی سنگین است در این حالت موفق شدن. اگر ما رنگ همان پرنده شترمرغ سرمان را در قم در خاک زنیم که ما دشمن را نمی بینیم، دشمن ما را نمی بیند، اگر چنین مناسبت در دیگر حالت ها کنیم، در اون حالتی که ما مطمئنیم که این مسئله نابخشیدنی است، چی تمامیت ارضی کشور باشد، چه ارزش های ملی و مذهبی باشد، چه دیگر ارزش های باشد، ما در آن بیاییم و ایستاد شویم، پیش از آن همه گذشت ها را کرده، همه اجازت ها را داده، ما بعید است که ما توانیم در این ضدیت پیروز شویم. ببینید، اگر چنین برخورد رو ما از ابتدا میکردیم، از اون روزی که در شمال کشور جوانان را با اتهامات ساخته سلفی و تحریری زندانی میکردند و بجز آواز فیض‌نسا واحد و آواز کسی را نمیشنیدیم. یا در شرق کشور تاخت و تاز می آوردند و از دو طرف جوانان شجاع و دلیر ملت غورمرگ می شدند. باز همان ساعت زمانم خاموش بودیم، خاموشی و فرما بود، صدا بلند نکردیم. ریش تراشی و حجاب کشی از سر زنان بود که بسیار برادرها در اون روز ساعت جانبداری از رحمانوف کردند که بله خوب کار میکنی که اینها اگر سر بالا کنند ما افغانستان میشویم و اجازت دادیم که حقوق این
گروهی که بنده ریش دارم، لیکن نه به خاطر دین و مذهب ماندم. من از جوانی ریش ماندم و از جوانی مرا هر چیز از بسیار فشارها گذاشتم. ریش من به دین و مذهب اصلا تعلق ندارد، داخل نیست. لیکن ما نتوانستیم از این هموطنان خود، از حقوق این هموطنان خود دفاع کنیم تا که امروز به خانه بزرگان ما دست درازی نکنند. اخیراً تعداد زندانیای سیاسی ما از 1000 نفر عبور کرد و قتل عام زندانی‌ها را هم برداشت کردیم و یک پراکندگی آمده ایم. من پراکندگی را در چی میگم؟ همان نفران آزاد فکر، آزاد اندیش، روشن فکر هایی که میبینند، یعنی بیداران ملت، امروز در مسئله های کلیدی هم پراکنده هستند. امروز اگر من سیاسی در موضوع تخریب یادگاری‌های تاریخی گپ زدم، اون زیاهی، اون روشن فکری که خب هم زید است، به خاطر آن که من گفتم یا کسی دیگر گفت، او خاموشی اختیار میکند و همین خیل پراکنده شده ایم که باور نکنم که همه ما و شما با چنین یک قسمت ملت راضی باشیم که من و شما امروز به آن برخورده ایم. یعنی من و شما قدرت اون رو نداریم که از ارزش‌های ملی، از یادگاری‌های تاریخی، از حق و حقوق مادران و خواهران و برادران و نمیدانم دیگرای خود دفاع کنیم. ما و شما این اگر چنین واقعیت را، اگر چنین جمع را من یک ملت بدانم، چنین جمعی که حاضر هستیم، چنین روشن فکرانی که حاضر داریم، چنین آزاداندیشانی که حاضر داریم، چنین درباره اون طرفی که خب هر چیزی که نامعقوله که حکومت میکند اون را توجیه میکنن، درباره اونها گپ نزده ایستادم. اونها از یک طرف، اونهایی که بیداران ملتن، اگر ما چنین ملت باشیم، چنین ارزش‌های، چنین اولویت به ارزش‌های ملی خود قائل هستیم، یعنی اگر کبیری درباره ارزش‌های ملی گپ زد، من باید در کبیری را جانبداری نکنم، چون که اینا کبیری گفت، تمام، من باید اکنون درباره این گپ نزنم. اگر فرض کردیم یک نفر دیگری که از اون طرف باشد، نمیدونم کسی نباشد، دادا جان عطاالله یا یک نفر دیگر یک چیز به خاطر حمایه از ارزش‌های ملی و مذهبی و ارزش‌های مردمی خود کرد، من که او رو بدبینی دارم، من باید اکنون این گپ رو جانبداری نکنم، چون که مرا جانبدار دادا جان نگویند یا دیگر. یعنی نخبگان ملت ما امروز در این پراکندگی هستند. اگر این پراکندگی رو من و شما بینیم، آیا ناامید از آینده همین ملت نمیشویم؟ یا ما در علایدگی همه بر همین ناعدالتی ها پیروز شده نیم؟ یعنی اون یک نفری که خود را ناف زمین می شمارد، فرق نیست، او از این طرف باشد، از اون طرف باشد، من باشم، تو باشی، او باشد.
خود را ناف زمین می شمارد و در هیچ بند با یکدیگر یعنی سازش کردن راضی نباشیم، آیا بر آینده این ملت ما ناامید نمیشویم؟ و اگر ناامید شدم، من اگر چنین ناامید می شدم که دیگر خب از این ملت امید نیست، این ملت نشد، من دیگر درباره تاجیکستان گپ زنی را بس میکنم. از واکنش بعض برادرها چنین به نظر میرسد که کیهان امید شدن، چون که خب اون نیروهایی که هستیم همین هستیم، اون نفرانی که هستیم همین هستیم، ما بیداران ملت که هستیم همین هستیم. اگر من به کسی معقول نباشم، به من به خودم حساب میکنم که یکی از بیداران من هستم و ما باید در بعضی حالتها، اگر در همه حالت نه، در بعضی حالتها باید حداقل ضد یکدیگر نباشیم. حداقل اگر دست به دست یکدیگر ندهیم. یک فکر کنید. خب و بگذاریم به موضوع دوم. پیش از آن که به موضوع دوم گذاریم، دوستان عزیز، باز بار دیگر از شما احترامانه دعوت میکنم که در زیر این مطلب شرح‌های خود را نویسید. در اون سخن‌هایی که گفتم جانبداری، ضدیت خود را نویسید، البته به تحقیر و خب دشنام، با گپ‌های خوب سنجیده شده، یعنی موقع خود را در زیر نویسید. در کانال پایمانی ملی تاجیکستان در یوتیوب ابونه شوید و در در شبکه ماورایی پیام تیوی که در ماورا پخش می شود در تاجیکستان، کسانی که در تاجیکستان در اونجا خوب موجگیرک‌های خود را در اونجا جور کنید و با ما همراه شوید. برمیگردیم به ولایت مختار کوهستان بدخشان. یک کلمه را سحر ترجمهش رو گفتم از روسی، نیافتم و به جایش یک کلمه رو یافتم، عجبا، با علامت خطاب، ولی این عجبا رو هم میگویم و باز همون روسیش هم میگم. Оказывается, معاون اولش میرزازاده نظام یوسفی را رئیس نوتعیین ولایت مختار کوهستان بدخشان الشیر میرزانباتوف نامزدیش را پیشنهاد کرده و جنابشان پیشواشان رازگی داده است برای معاونیت این بنده خدا. ولی معلوم نیست که در این میان این دو نفر او را کی باید با وظیفه تعیین میکرده باشد. البته کنستیتوسیون تاجیکستان پیشبینی کرده است که معاونان رئیس نایه و شهر و ولایت را کی باید تعیین و آزاد کند، ولی باز برمیگردیم به همان رشکی نزدراوه، یعنی مریضانه رحمانوف، که رحمانوف در جزئی ترین مسئله به جز امضای خود امضای یگان منصبدار را از سروزیر سر کرده تا پایین ترین نمیتواند بردارد. یعنی امضای رئیس ولایت در تعیین معاونش نباید بیستد.
خب بس هم درباره غیر قانونی تعیین کردنی همین منصب ها از طرف رحمانوف از سال 92 به این سو بحث هم در این باره نیست که این اصلا غیر قانونی، اکثر موردها غیر کنستیتوشنی است. در اینجا علیشیر میرزا نباتوف در تمام جمهوری تاجیکستان، در تمام قلمرو تاجیکستان تگ و رو کرده است، همین مردم را کفت است، معاون ارزنده را و پیدا کرده است در ختلان یک معاون ارزنده را که این نام را به جنابش پیشنهاد کرده است و جنابش راضیگی داده است، ولی هیچ کس نمیگوید که امضای کی در تعیینش است. اینش پیشنهاد کرده است، اونش راضیگی داده است، امضا هیچ کس ندارد. ماشاءالله بهترین دولتداری داریم ما در تاجیکستان. ببینید یگان نفر، محترم تماشابینان، یگان نفر از شما به همین گپ باور کرد که میرزا نباتوف همین بنده خدا را تا همین تعییناتش می شناخته است و این تعیینات را باز این معاون را باز برای معرفیش از مرکز را بری نمیدانم کدام در دوره ما عدل کادر می گفتن، اما عدل کادر از مرکز آمده است این را معرفی کند. در اصل این را علیشیر میرزا نباتوف پیدا کرده است، نامزدیش را خب به رئیس جمهور توصیه داده است و رئیس جمهور راضیگیش را داده است. و باز یک اقتباس دیگری را از میرزا نباتوف میاریم. ببینید حاضر گفتم که مایانشاه را همه مایانشاه میگفتن، تمام بدخشان مایانشاه را که هم رئیس ولایت بود هم رئیس حکومت جمهوری بود همه مایانشاه میگفتن. لیکن میرزا نباتوف را کم کس در بدخشان علیشیر میگوید. این شاید خیلی میده، شاید 20 سال یا 30 سال از من میده تر باشد، لیکن من به خود اجازت نمیتیم این را علیشیر بگویم، چون که همانی را با نام میگویی، همانی را برای کوهستانی تو گفته به کسی مراجعت کردن و با نام مراجعت کردن، این با همین آدم بر ازوید که رفتن به گفته روسا است، یعنی اعتماد کردن به این آدم است و من همین با نام آهنگ زدن انسان این یعنی خیلی نزدیک بودن با او است. و میرزا نباتوف یک چیز دیگر میرزا نباتوف رو میارم، یک اقتباس از میرزا نباتوف. ولایت به چنین کادرهای حرفه‌ای نیاز دارد، گفته است علیشیر میرزا نباتوف. یعنی چی رقم کادر و در کدام ساحه حرفه‌ای بوده است همین بنده خدا. این یک مهندسی است و آیا این مهندسی حرفه‌ای است و در کجا اسپید کرده است در مهندسی حرفه‌ای شدن که در سابقه کاریش این اصلا با تخصصش تقریبا که کار نکرده است. اگر مهندس حرفه‌ای برای میرزا نباتوف لازم باشد، من حدود 100 نفر نام را به میرزا نباتوف پیدا میکنم که ساختمانچیان حرفه‌ای هستند، مهندسان حرفه‌ای و همسین همین بنده خدا هم هستند. سال 61 62 63 64 در خروخ در بدخشان خیلی زیادن تعداد مهندسان خیلی حرفه‌ای. ببینید یک مهندس حرفه‌ای داشتیم قدمشاه چینیف، چی کارش کردند؟ همین حکومت، همین رحمانوف چی کارش کرد؟ قرضدارش کرد، شخصا رحمانوف قرضدارش کرد، شخص رحمانوف.
در ساختمان مکتب پرزیدنتی که او مکتب پرزیدنتی نام گرفت، لیکن نصف پولش را قدمشاه داد، نصف ساختمان را قدمشاه از حساب خود انجام داد و همان سوم را به قدمشاه برنگرداندند و باعثی بیمار شدن و بر وقت از دنیا رفتنش شدن. میدونید انا حرفه‌ای بیاید من به شما 100 نفر مهندس حرفه‌ای را پیشنهاد میکنم. یا این بنده خدا فعال سیاسی و حزبی حرفه‌ای بود در حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان. باز صدها بدخشانی را پیدا میکنم که خیلی صادقانه در این حزب خدمت دارند، به رحمانوف خیلی صادقند و من میتوانم حتی هزارها چنین نامها را به شما پیشکش کنم که در این راستا خیلی صادقانه به حزب و به حکومت و به شخص رحمانوف خدمت کردند. من خودتان یک واخوری رحمانوف را در بدخشان تماشا کنید، چقدر شیرخوانی و مدحیه سرایی، این همش فعالان سیاسی و حزبی هستند و زیادن چنین نفران حرفه‌ای. به حیث رئیس سازمان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در بدخشان من با همکسبان خود از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان زیاد واخوردم و تقریبا همه رئیسان و معاونان رئیسان این حزب را در بدخشان و در ناحیه‌های بدخشان بسیاری ها را شخصا می شناختم و باور کنید با گفت تاجیکا همه اونها خیلی دغلانه کدت شده بودند. مثال اونا یکی از رئیس ها نامش را نمیگم مطمئن بود که در انتخابات پارلمانی نامش در روی خط حزبی قرار خواهد گرفت، نگرفت. یکی دیگر یک امید دیگر داشت. یعنی برای حزب خدمت صادقانه کردند، برای رحمانوف خیلی صادقانه خدمت میکردند، لیکن به منصب نمی رسیدند. و سبب چی بود؟ سبب چی هست؟ شما در پایان نویسید. من پاسخ به همه این سوالایی که میمونم من پاسخ دارم، لیکن امروز من پاسخ ها رو نمیگویم، من سوال ها میگذارم. شما محترم تماشابینان در این سوال ها کمی اندیشه کنید. چرا چنین است؟ چرا در رژیم رحمانوف برای چاپلوسان بدخشانی هم پسترین مقام را روا نمی بینند؟ ببینید بنده خیلی خرسند می شدم، خیلی شاد می شدم اگر در انتخابات شفاف و آزاد و دموکراتی در یک ناحیه بدخشان، شهر خاروخ یا در ولایت بدخشان یک ختلانی، یک سغدی، یک رشتانی انتخاب می شد. انتخاب مردم تا این حد مردم ما متحد، ملت تا این حد متحد می شد که یک خاروغی ها به یک کلابی آواز می دانند تا رئیس شهر میر شهر خاروخ باشد. من خرسند می شدم. و همین خیلی دیگر در سغد یک ختلانی، در ختلان یک بدخشانی یا رشتانی، همین خیلی، یعنی مردم با اراده خود اعتماد میکند به این هم ملت خود، نوابسته از محل زیستش، نوابسته از دیگر چیزاش، و او را انتخاب میکرده. من خرسند میشدم. لیکن امروز که تمام منصب ها تعیینی هستند و طول
از سال 2010 به این سو زیاده از 10 سال می شود که مردم بدخشان را از منصب‌های کلیدی، از وظیفه‌های کلیدی در بدخشان دور می اندازند و در آنجا از دیگر منطقه ها می آورند، چون که به مردم بدخشان اعتماد نیست. در اون جایی که دسترسی به سر دولتی است، یعنی کمیته دولتی امنیت ملی، سر دولتی در اینجا چه است؟ سر دولتی اینجا فساد است که چقدر میگیرد، چقدر میتید، به خاطر منصب خریدن، بر خاطر دیگر، به خاطر دیگر. یعنی یگان سر دولتی دیگر ما نداریم، یگان مخفی دیگر نداریم، لیکن یگان است سری که است در دالان‌های که دیام و دیگر پروکراتور و دیگرها، این همین فسادکاری است. در اونجا همه میدانند که چقدر میگیرد برای چی، و در اینجا بدخشانی نباید باشد. در تمام قلمرو تاجیکستان، نه فقط در بدخشان، در تمام قلمرو تاجیکستان بدخشانی دسترسی به سری دولتی ندارد و این از سال 2010 به این سو شده است. و در بدخشان، در کمیته دولتی امنیت ملی، در دیگر ساختارهای قدرتی، در پروکراتور، سودها، بدخشانی ها انگشت شمارند و اونها را هر روز کمتر میشن. و در راستای همین برخورد با این مردم می آیند و امروز شاید همین برادر بهترین انسان باشد، همین از مومن آباد که آوردن. من نسبت شخصیت این کس گفتنی نیستم، من گفتنی نیستم که این ارزنده نیست، لیکن همین روندی که است، همین باعث نگرانی به این هم مردمی که اعتماد به مرکز ندارد باعث نگرانی است و باعث عدم بیشتر اعتماد بین مرکز و بدخشان می شود و این در کوتاه مدت شاید برای حکومت رحمانوف کلای باشد برای رهبری کردن، یعنی کنترل کردن این منطقه، لیکن در درازا برای ملت این صدمه وارد می کند. اون مردمی که خود را بدخشانی و غیر تاجیک میگویند امروز باز غیر تاجیک تر می شوند با همین برخوردها. و این اگر شما امروز مطمئن شدید که قدرت کافی دارید برای سرکوب این مردم و بگذار توانید همین سرکوب را، این در درازا برای ملت بعد شما، بعد از سر قدرت رفتن شما برای ملت این سنگین میغلطد. و در وقتی که در ساختارهای قدرتی در بدخشان ساختارهای قدرتی را بیگانه هر روز می کردند، مردم تهجویی را از وظیفه ها خالی می کردند و بجایشان مردم دیگر مناطق را می آوردند، بهانه‌شان رتاچه بود. ولی چرا این رتاچه یک طرفه است؟ چرا رتاچه ودین کنیت؟ شما آیا در طول این 30 سال در یاد دارید یک بدخشانی رئیس ناحیه بیرون از بدخشان شده باشد؟ چرا نه؟ چرا نیست؟ بدخشانیه که با اعتراف خود رحمانوف تحصیل دیده ترین، تحصیل کرده ترین منطقه تاجیکستان است، یک رئیس ناحیه را تربیت کرده نتواند، یک معاون رئیس ناحیه را تربیت کرده نتواند و با پستوه های کمیته دولتی امنیت ملی جوانان این منطقه هر روز داغ سودی میگیرند و پگاه میآیند و به ما میگویند که شما همه
جنایتکار شما جای در حکومت ندارید، در مقامات قدرتی ندارید، در دیگر جاها ندارید. چرا رتاتی ودین کنید؟ چرا رتاتی او طرف نیست؟ دارید پاسخ. محترم تماشابینان، شما دارید پاسخ. من پاسخ به این همه سوال‌هایم دارم. شاید برنامه به خاطر همین کنم برای پاسخ به این سوال‌ها، لیکن شما پاسخ در زیر نویسید، من اونا رو میخونم و شاید در همانجا پاسخ نویسم و شاید هم یک برنامه جداگانه کنم برای پاسخ دادن به این سوال‌ها. در آخر میخواستم به یک سوال دیگری که طول این هفته در رسانه‌های خبری داده میشد و به آن پاسخ هم داده میشد و رادیوی آزادی این گمان را از خود یادگار فیضوف هم پرسید که آیا برکناری یادگار فیضوف به خاطر ناراضگیش برای تسلیم پایگاه نظامی، زمین زیر پایگاه نظامی به جمهوری خلقی چین بود، که یادگار فیضوف پاسخ داد که این در صلاحیت او نیست و بنده نیز این را قبول دارم. بله، نه یادگار فیضوف نه کسی دیگر نمیتوانست صدرای این خیانتی ضد ملی شود. این خیانت ضد ملی را یادگار فیضوف نمیتوانست از پیشش بیاید. لیکن من میتوانم باور کنم که یکی از سببهای به این خیل زودی برکنار کردن یادگار فیضوف هم محض مسئله امین تسلیم امین زمین به جمهوری خلقی چین است. چرا؟ چون که طبق قانونهای جمهوری تاجیکستان، طبق کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، چنین یک هدیه ها را به راضیگی مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان کردن ممکن نیست. و خیلی در خاطر دارد سال 2003 به فکرم بود زمین و پیشتر تقدیم کردن زمین 1100 متر مربع زمین بدخشان را که به چین تسلیم کردن. در اون وقت هم ما 54 وکیل مردمی داشتیم و از یگان وکیل مردمی 54 وکیل مردمی 32 دندان سفید نکردند و به بیرون نگفتند که چنین یک جلسه بود و ما راضیگی را دادیم. در اول من گفتم که این چخیل خائینا هستند. 54 نفر نخواد که یک نفر مرد در بین اینها پیدا نشد که اقلا گپ بیرون برآورد. ما از دیگر طرف ها این خبرها رو شنیدیم و دست به تظاهرات سال 2008 زده بودیم به خاطر همین تقدیم فروش این زمین ها. ما دست به تظاهرات زدیم، ولی بعدم فهمیدم که از همین 54 دپوتات وکیل مردمی هیچ کس پرسیدنی هم نبود، آوازشان را هم شنیدنی نبود، به آواز هم گذاشتنی نبودند. فقط پروتکل کردن، پروتکل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان. در او پروتکل نوشتن چند نفر جانبدار، چند نفر زید و یک رئیس ولایت امضا کرد و به همین خاطر دیگرها به خبر ماندیم که چنین یک فروش زمین جای داشته است. و امروز هم هراس داشتن که با یادگار فیضوف همین امضا نمیگذارد. برای تقدیم این زمین به جمهوری خلقی چین باید مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان آواز دهد. 54 وکیل باید آواز دهند و سر و صدای از امین مجلسگاه بیرون نآید.
آیا شما باور دارید که همین 54 وکیل رو در یک جلسه جمع میکنن و این مسئله رو بررسی میکنن؟ اصلا نه. به همین خاطر این رو یک پروتکل میکنن، یک مجلس نبوده رو، حتی شاید در اونجا برآمدها رو هم در پروتکل نویسن که فلانی برآمد کرد، بهمدانی برآمد کرد و با اکثریت آوازها وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان رای دادن که 1100 متر مربع زمین ما فروخته شود. امروز نمیدانم اون چند هکتار زیر همین پایگاه نظامی است، اون را هم و شاید تماشابینان شما اینجا ادعا کنید که علیشیر میرزا نباتوف هم بدخشانی است، رنگ یادگار فیضوف. چرا به این اعتماد است و به اون است؟ علیشیر میرزا نباتوف تربیت گرفته مکتب خیانت KGB SSR است. مکتب خیانت KGB SSR خدمات استخباراتی است که در همه کشورهای سابق رسپوبلیکا خیانتکار ملت ها را تربیت میکرد. البته من همه کارمندان سابق و امروزه این نهاد را خیانتکار گفتنی نیستم. البته حتی در این مکتب خیانت هم شهروندان اصیل، شهروندان غیور، شهروندان با وجدان بودند، هستند و میشوند و اونها البته انگشت شمارند، لیکن بودن این انگشت شمارها در جمعی این مکتب خیانت، اصل این مکتب خیانت را دیگر نمی کند. این مکتب خیانت است. این مقصدش خائن تربیت کردن است. مقصد این مکتب تربیت کردن خائنان است. و بعضی وقت بعضی دانشجویان این مکتب خب دخان میبرایند و میشوند مردمانی که برایشان ارزش‌های ملی و مذهبی و ارزش‌های انسانی بالاتر از این طلبات خیانتکارانه این نهاد می شود. و من امیدوارم که علیشیر میرزا نباتوف هم به تعداد این انگشت شماران داخل است که البته وجدانش را در مقابل این تعلیم خیانتکارانه این مکتب KGB SSR که KGB تاجیکستان هنوزم تابع این KGB است و همه سابق KGBشنیک ها امروز روسیه رفته برای خود نفقه جور میکنن، نفقه روسی. این نشانگر اون است که اینها در دوام خدمتشان به همون KGB SSR هنوزم خدمت دارند. و این مکتب خیانت اینا مطمئنن که علیشیر میرزا نباتوف امضا میکند و گپ بیرون نمی براید. لیکن بنده امید از آن دارم که علیشیر میرزا نباتوف هم در قطار فرض کردیم آرشو پاینداشویف و دیگر فرزندان خب با وجدان و غیور این ملت البته در مقابل این خائنان استادگری میکند و یک آدم به مانند دیگر خب انگشت شمار منصبداران این حکومت خواهد بود که به مردم خود، به ملت خود خیانت نخواهد کرد. من از این زیاد امید دارم. با همین برنامه امروزه خود را به اتمام میرسانیم. تا برنامه های آینده خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. خدا حافظ.
салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паймони ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC мануту. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи мануту ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паймони ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паймони ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فرکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5/6.